ای مردمی با عدالت، ای مردمی که شما در دلتان عدالت دارید، یک کمتر بیدار شوید در برابر همه ظلم. آخه ظلم هم یک سرحد داشت، ظلم هم یک معیار داشت. آخه این ظلم معیارش گذشت در تمام جا تون رسید. این پدنالت این ناموس ندارد، این پدنالت وجدان ندارد. به این خاطر من از شما خواهش میکنم که بیایید از مردم این شجاع این منطقه حمایت کنید. ما و شما اگر حمایت نکنیم، ما و شما گپ نزنیم، کی گپ میزنه؟ بیایید جوان مردا، به خدا قسم یک گپ شد هممون بخیزیم، یک گپ شد در بدخشان هممون بخیزیم در نزد قصر پیستون. این پدنالت رنگ آنها همی وای نمونید. این حرامی نمیشود. ما و شما برادری عزیز، بیاید از خودمون یک روز زندگی کنید، جوان مردانه زندگی کنید. من دیگه نمیدونم شما دا چی بگم که ننگی شما بیدار شود، ناموسی شما بیدار شود که ما و شما با این بیناموسی زندگی نکنیم. من امید دارم که ما و شما در حمایت مردم بدخشان همیشه تیار میشویم، آماده میشویم و نمیگذاریم که خون این انسانهای بیگناه در بدخشان از جانب این رژیم خونخوار نریزد. این رژیم میکشد، قتل میکند، تمام کارا میکند. ما و شما برادری عزیز، ما و شما هموطنی عزیز، ما و شما برادری گرامی قدر، بیایید از این قتل کشتارهای رحمانوف این مردم بیگناه را، به خدا قسم شما اگر کامی که در بدخشان زندگی کردگی است، جوانمردی این مردم را میداند، جوانمردی این سرزمین را میداند. بیایید برادر عزیز از این مردم جوانمرد، از این مردم شجاعتمند حمایت کنیم. من باور دارم که ما و شما میتونیم این کار کرده. ما و شما میتونیم در دوشنبه بخیزیم. وقتی پدنال حمله میکنه در بدخشان، ما و شما میتونیم در بدخشان در دوشنبه بخیزیم. ما و شما میتونیم این مردم از این قتل کشتارها چی کنیم، رها کنیم. این کار ما و شما میتونیم. باید همین کار رو ما و شما بکنیم. دوستای عزیز، من از شما خواهش میکنم، من از شما دعوت میکنم که شما باید که این کار بکنیم. ما و شما این کار نکنیم، ما به مثل یک گوسفندهای میمانیم که یک تای ما را میکشن. ما و شما همینطور آرام نگاه میکنیم که این گرگ ها چقدر میدرند برادری ما و شما، این گرگ ها چقدر میکشند مادری ما و شما را، این گرگ ها چقدر میکشند پدری ما و شما را. من از شما ملتی عزیز، فرزندان این سرزمین، جوان مردان این سرزمین دعوت میکنم که بیایید بر حمایت این مردم بخیزید. خدایا رو مددگارتان باشد. تا صحبت های دیگر.